سلام، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. من محمد حسنپور هستم و میخوام امروز بهتون یاد بدم که چجوری با استفاده از فیلتر ونیشینگ پوینت تصویر دلخواهتون رو داخل یه بیلبورد بزنید تو فتوشاپ. خب این ابزاری که قبلا باش آشنا شده بودیم تو آموزش‌های قبلی. حالا من یک تصویر بیلبورد از اینترنت پیدا کردم. این همون تصویر دلخواهمی که میخوام بندازمش روی این بیلبورد. اولین کاری که باید بکنم با یکی از ابزارهای انتخاب کامل تصویرمو حالت سلکت در میارم. از تو کیبوردم کنترل سی رو میزنم تا کپی بشه. حالا وارد فیلترم میشم. قبل از اینکه بخوام فیلتر رو اعمال کنم یه لایه جدید میسازم که تو اون لایه جدیدم این فیلتر رو اعمال کنم. فیلتر ونیشینگ پوینت رو از فیلتر رو انتخاب میکنم، یا از تو کیبورد میتونم آلت و کنترل و وی رو بزنم تا این صفحه برام باز بشه. یکم زوم میکنم که بتونم این گوشه ها رو دقیق ببینم. خب گوشه ها رو با کلیک کردن انتخاب میکنم، بعد اینجوری به هم وصلشون میکنم. اگه اشتباه زدین بازم میتونید تغییرش بدین، مشکلی نداره. خب اوکی. حالا اگه کنترل ویو از تو کیبوردم بزنم اون عکسمو داخل این فیلتر برام پیست میکنه. یه خورده بزرگه، کنترل تی رو میزنم، با گرفتن شیفت و آلت کوچیکش میکنم به طوری که ابعادش به هم نخوره. حالا میام کشمش اینجا قرارش میدم. اوکی که بزنم ابعادش تغییر میکنه و تو این تصویر تو این لایه جدیدم میادش. میتونم میذارم جابجاش هم بکنم. خوب. باز اگه خواستیم تصویر دیگه هم اضافه بکنیم به همین صورت، مثلا این تصویر باز همین ابزار، یا میتونین اصلا کنترل A رو بزنین بعد کنترل C رو بزنین که این قسمت همش انتخاب بشه. باز دوباره فیلتر، یه لایه جدید میسازین، دوباره فیلتر ونیشینگ پوینت. این حالت مونده هنوز اینجا برام، این حالت به صورت انتخاب شده مونده. کنترل V بزرگش میکنیم با کنترل T و شیفت و آلت، باز یه ذره باید بزرگتر بشه به همین صورت. این هر عکسی رو میتونین بندازین داخل، کافی مثلا سیوش بکنین، هر دفعه بیاین عکس جدید بذارین. باز میتونین مثلا نورش هم تنظیم بکنین. از این قسمت مثلا برایتنس رو بزنین، روشن یا تیرش بکنین، روشنش کنین تیرش کنین. من مثلا میذارم معمولا رو اتو، خودش قشنگ تنظیم میکنه. ببینید الان کل تصویرم روشن کرد. اگه آلت رو من نگه دارم و بین این دوتا لایه آلت رو نگه دارم و یک کلیک بکنم فقط این تصویر همین بچه رو روشن میکنه، و اگه آلت رو نگه دارم دوباره کلیک کنم کامل تصویرم روشن تر میشه. امیدوارم که آموزش مفید واقع شده باشه و اگه دوست داشتید میتونید کانال ما هم سابسکرایب کنید. آرزوی سلامتی برای همتون میکنم. خوش باشین.